و در ادامه چند لحظه در اتاق سکوت حکم فرما شد. من همش در این فکر بودم که چگونه این زن را به حرف وادارم، اما به حرف حسابی، به حرفی که من مشتاق شنیدن آن بودم، نه به حرفی که او برای تسخیر من میزند. پهلوی خود می اندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کرد. آیا باید با او مدار به خرج داد یا استدعا و التماس با او نزدیک شد، یا آنکه این زن پرمدعا و خودخواه را باید با قدرت شخصیت متی ساخت؟ همین سکوت او پرمعنا بود. هم اکنون داشت با من بازی میکرد. اقلا پس از این که با نگاهش مرا افسون کرد، حقش این بود که وقتی غلام را صدا زدم و به او دستور دادم که در اتاق را باز کند، حقش این بود که به نحو تشکر خود را ابراز دارد. این زن به چشمهای خود خیلی مینازید. با چنین طلسم استاد را افسون کرده بود و حالا در مواجهه با من هم کامیابی نصیب او شد. منتها من مدتها بود که شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تحقیر و توهین آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که 20 سال دیگر هم ناظم بیچاره‌ای باشم و پشت این میز محقر بنشینم، فقط با امید این که با این زن روبرو شوم. بنابراین بی‌اعتنایی نمیتوانست تأثیر ناگواری داشته باشد. شاید هم فرانگیز برآشفته بود از این که برای یک خواهش کوچک مجبور شده بود از آخرین و برنده ترین حربه‌ای که در دست داشت استفاده کند و با نگاهش مرا از پا درآورد. ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جا نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود می‌گرفت و با من بی‌اعتنایی می‌کرد. در هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف وادارم. یک نکته برای من مسلم بود: جان من دیگر به لب رسیده بود و اگر نمیتوانستم سر این پرده نقاشی را کشف کنم، از پا در می آمدم، یا امروز یا هرگز. ناگهان فکر به خاطرم برق زد. فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشه‌ام را بسنجم. از پشت میز برخاستم، به طرف در رفتم، دستگیره را گرفتم و گفتم: اجازه می‌فرمایید من سری به کلاس ها بزنم؟ گاهی شاگردها در کلاس میمانند و این برخلاف مقررات است. آنها را از کلاس خارج میکنم و فوری برمیگردم که به اتفاق به تالار موزه برویم. خیلی طول میکشد آقا؟ ممکن است اجازه فرمایید که من با فراش مدرسه بروم؟ آنقدر هم حوصله نداشت. آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود. نه خانم، اولا که من باید در خدمتتان باشم. به علاوه 5 دقیقه هم طول نمیکشد. گفتم و در را باز کردم و از اتاق خارج شدم. با کمال عجله به تالار موزه رفتم. غلام در را باز کرد. در آستانه تالار منتظر من بود. به او گفتم: غلام، تو دیگر منتظر نباش، برو به خانه. من خودم در را میبندم و کلید در عمارت را
به سرایدار میدهند. برو بجانم. به محض این که غلام از پله ها پایین رفت، وارد تالار موزه شدم. چراغ روشن بود. با ولایی که هرگز در خود سراغ نداشتم به طرف پرده چشمهایش رفتم. گویی برای نخستین بار با این پرده روبرو شدم. گویی سالها شرح آن را شنیده و کپی های از آن دیده، ولی خود آن را هرگز به چشم ندیدم. گویی از نو جوان شدم و تازه دارم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه می شود. چشمها دیگر برای من معنا نداشت. چشمها اراده مرا هم سلب کرد. چند دقیقه با آنها خیره شدم. تمام فاجعه زندگی استاد در نظرم جان گرفت. پشت این زن پرحرف را باید به زمین بالید. می نگریستم و نقشه خود را طرح می کردم. چراغ‌ها را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کاری دارم می کنم. در انبار را باز کردم و پرده را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم و دست روی چشمها کشیدم، مثل این که با لمس آنها بیشتر درک می کنم، بیشتر لذت می برم. گرد لطیف روی پرده حس کردم. خاک آن را با دستمال گرفتم. تابلو را بلند کردم و با هر دو دست روی سر گذاشتم و به انبار بردم. تابلو سنگین بود و من ناتوان حس می کردم که دارم زیر بار خم می شوم. نفس زنان 2 مرتبه به تالار موزه برگشتم. چند ثانیه روی چارپایه نشستم. عرقم را خشک کردم. باز به دفتر آمدم و گفتم بفرمایید خانم، من حاضرم همراه شما بیایم.